سرعت بزرگ می شود. از مسی، رونالدو و مسی سوالاتی می پرسند. این دیدار که برای فوتبال دوستان سراسر جهان فوق‌العاده است، به سرعت به موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل می شود. طرفداران هر دو بازیکن به سرعت شروع به توییت و پست در شبکه‌های اجتماعی می کنند. طرفداران هر دو بازیکن به بحث‌های داغ در مورد اینکه کدام بازیکن بهتر است پرداخته و تحلیل‌های دقیق ارائه می دهند. شبکه‌های اجتماعی مملو از نظرسنجی‌ها و چالش‌ها می‌شود که در آنها از کاربران خواسته می‌شود نظر خود را درباره اینکه کدام بازیکن برتر است بیان کنند. چالش‌های مانند کدام بازیکن بهتر است یا کدام گل را بیشتر دوست داشتید به سرعت محبوب می‌شود. وقتی رونالدو و مسی سوالاتی می‌پرسند، این ویدیو میلیون‌ها یا میلیاردها بازدید می‌خورد. What's up guys? برندهای مختلفی از این فرصت استفاده می‌کنند تا کمپین تبلیغاتی جدیدی را معرفی کنند و عکس هر دوشون روی برند خودشان می‌گذارند. برندهای ورزشی و شرکت‌های دیگر تبلیغات ویژه‌ای با استفاده تصاویر رونالدو و مسی انجام می‌دهند. این تبلیغات معمولاً شامل پیام‌های الهام بخش و شعارهایی است که به موقعیت این دو بازیکن اشاره می شود. این دیدار همچنین توجه بسیاری از سلبریتی ها و ورزشکاران دیگر را به خود جلب می کند. آنها در پست خود نظرات و تحلیل های خود را درباره این رویداد به اشتراک می گذارند و برخی از آنها حتی اقدام به راه اندازی چالش ها یا نظرسنجی های درباره برتری یکی از دو بازیکن می کنند. این دیدار به عنوان یک رویداد تاریخی در دنیای فوتبال ثبت می شود و تا مدت‌ها موضوع گفتگو در شبکه‌های اجتماعی باقی می‌ماند. این اتفاق نه تنها به خاطر خود بازیکنان بلکه به خاطر واکنش‌های مختلف که ایجاد می‌کند به یاد ماندنی خواهد بود.